ثنای بی‌عداد مر خداوند را که نور ایمان داد. غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذوالطاعت. نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و خاندان انشاءالله با محبت با اسلام، برادرای اهل اسلام عزیز. اینک الحمدلله خداوند مناسب دید، فرصت داد و شما عزیزان هم صحبت شدن. اولا انشاءالله خدا خواهد ما ای اهل خاندان و توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم که اینم باشد عقد نکاح است، یک جای شدنی، یعنی یک جوان و دختر است. اولا تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما شما این توی سنتی را مبارک گردان است. الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان خداوند محبت پیدا نماید. آن محبتی که بین آدم و حوا، و آن محبتی که بین یوسف و زلیخا، و آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبرا، و آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا خداوند پیدا کرده بود، بین آنها پیدا نماید. در آینده فرزندهای صالح و صالحه، عالمان، خالقانی با تقوا، یعنی با وجود آوردنش را الله سبحانه و تعالی مناسب بگرداند و این روز خرسندی را الله سبحانه و تعالی و کل خاندان ما شما نصیبه بگرداند. و در جایی که یعنی عالم ها جمع می شوند، در جایی که سخنی قال الله و قال رسول الله می شود، در آنجا انشاءالله خدا خواهد رحمت پروردگار می بارد. در آنجا رحمت خدا خواهد اولاد و اجدادان گذشتگان ما و شما می شود. الله از ما و شما خوشنود می گردد، چون که رازگی خدا در طاعت است، رضای خدا در معصیت است. چقدر انشاءالله کاری کنیم که ما الله راضی باشد، کاری کنیم که پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم روز قیامت شفاعتگری ما و شما باشد. برای همین این توی برای هر یکی ما و شما اله مبارک باشد. نوبت انشاءالله اولا بیان سخن خدا سبحانه و تعالی، یکی قاریان محترمی بلبلان اسلامی سخت زمین آرزوی حضور دارند و رشته سخن به این برادر میتیم و از قرآن کریم لذت میبریم و بعد انشاءالله مقدار یک ساعت به شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد هم صحبت نشیم. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعنه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم
ولا تكرهوا فتياتكم إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما دمی گذشته گوشن خدا رحمت کند، جاشا جنت کند، خوش باشیدیم. صحبتی ما که توی سنتی هست، انشاءالله توی نکاح هست، درباره انشاءالله داماد و عروس یکچند نصیحت هایی که بزرگان اسلام پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم کردند، انشاءالله خدا خواهد به سمع از شما عزیزان میرسانیم. البته انسان دو جوان یک جایه میشن به واسطه انشاءالله چی؟ نکاح. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان اعلام می‌دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و این خفتم الا تعدلوا فواحده. صدق الله العظیم. خدا میگه بس به واسطه نکاح شما چیکار کنین؟ یک جایه شوید. یعنی بی نکاح زندگی مرد و زن عزیزان من حرام است. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم میگن النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. کسی که از نکاحی من سرکشی میکند، نکاحی من قبول نمیکند، وای امتی من نیست. باید که ما شماره امتی محمد صلی الله علیه و سلم شدن، باید که با واسطه انشاءالله نکاح چیکار کنیم؟ انشاءالله مرد و زن باید که یک جایه شود. ما این مسئله های مهم امروز در نکاح میشنویم. بعضی جوانا در حالت مستی هم نکاح داشتند، بعضی ها در نکاح ها حروفات بدعات ها وجود داشته است. نکاح شرعی من برای شما میگم، نکاح شرعی از دو گواه عبارت است. خلاص باشد هیچ کس دیگر در کار نیست. لا نکاح بلا شهودین، یعنی نیست نکاح بی گواه. دو گواه باشد انشاءالله خدا خواهد کفایه میکند، انشاءالله خدا خواهد. لیکن در نکاح ما شما میشنویم، در نکاح هر گناه یعنی حروفات بدعات حرامات امروز وجود داشته است. حتی بعض جوانان رو میشنیم که از ناموسش عرق خورده اومده در نکاح میشته است. این نکاح درست نیست، این نکاح صحیح هم نیست. باید که ما کیا نکاح میکنیم؟ ما مسلمان نکاح میکنیم. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگد، مسلمان میگه دعوا میکند، الحمدلله نکاح با اون انسان میبندیم. نه اینکه شما مسجد بیایی، نه اینکه در نزد نکاح عرق ها میموندین و هاکذا حرامات ها. این چی است؟ این یک مسخره بازی است برای شما نکاح. یا که در نکاح ما میشنویم سوزن میزدیم، گروچ ریز، ماش ریز، بلا بدتر، حرام است. این و چی بخت میارد برای شما؟ بخت کی میتید؟ الله میتید. نکاح نزد شرعی ایجاب و قبول است. دختر میگن من تن برای همین جوان بخشیدم، جوان میگن من در قبولش کردم، تمام نکاح. دیگر هیچ حاجتی چیز و چاره اونجا کردن نیست. 23 می اومدیم در نکاح، که این بدعات و که این حروفات ما شما دور میکنید. در وقت نکاح پرسیده می شود از جوان و پسر دختر کلمه لا اله الا الله باید پرسیده شود. باور میکنیم؟ ما ناموس میکنیم. 18 ندورمده است، 20 ندورمده است،
نزد نکاح برای کلمه لا اله الا الله گفتن زبانش نمیگردند. اینم با مسلمان، حالا اینکه این کلمات از زبان کودکی ما شما باید که جاری باشد. انا ما شما وقتی که کودک تولد می شود اولا وظیفه ما شما چی است؟ انشاءالله خدا خواهد پیش یک دامولا بوده چکار کردن در کار، در گوش راستش اذان، در گوش چپش قامت گفتن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چونکه ما از کودکی و الله بودنش چکار میکنیم؟ آگاهی میسازیم که الله هست. بچه جان یا نیوه جان تو را الله دنیا دا آورد، مزار نه، یگان بخشی نه، تو را الله برای ما داد. این یک نعمت بزرگی الله هست بسوی بندگان که عائله مستحکم شدنش بچه است، همون فرزنده که چی پسر است چی دختر، عائله مستحکمش به همون یک نعمت بزرگ. نعمت الله بسیار است، لیکن بهترین نعمت چی است؟ این فرزند است برادران اهل اسلام. ما در گوشش اذان میگیم، نام خوبش میمونیم، نامارمانه که الحمدلله طبق سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. عبدالله مان، محمد مان، حکمت الله مان، نصر الله مان، خیر الله مان، ابراهیم مان، سلیمان مان، یوسف مان. این نامارمان که روز قیامت این نام هم شفاعتگر شما بشود، به نام هم انسان درجه می‌یابد. تدعون یوم القیامت بی اسمائهم، پیغمبر در روز قیامت خوانده می شود، دعوت کرده می شود نزد محکمه سود الهی به واسطه نام شما. نام که میمونیش انشاءالله خدا خواهد. نام ماندیم ایلن این روز داماد و خدا خواهد عروس نوابسته است. وقتی که انشاءالله خدا خواهد گهواره رو می جنبانیم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گیم. این الله نیست، این الله هست. در اصل ریشه هش گرفتن پرداختن اللهش کردن. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله است. تا که طبق خرسال یگانه زبانش به چی شاید؟ به نام آفریدگارش شاید. از کودکش باید که ما شما چکار کنیم؟ یعنی این کلمه در قلب اون کودک باید که جا کنیم. وقتی که مادر گهواره رو میجباند به این سخن انشاءالله بچه به همین زبان میکشاید یا نمی؟ چون که معلم نخستین چی است؟ پدر و مادر است. هر روز گهواره میجبانی سر که بگو که دورما میگوی که بابا اومد این سب، این گاو، این بابا، این داداد فلان به جای خدا خود الله بگو بچه، به جای لا اله الا الله زبان شک شاید. از کودکیش تربیهش خوب که انشاءالله عالم خوب می‌بید. همش است از تربیه از کودکی از برادران. اگر برای فرزند ساله گرفتن چی در کار است؟ داماد و عروس رولی وظیفه زور بازی میکنند. باید که داماد و عروس الحمدلله با طهارت باشند. من میگم که قسم بگاه طبق خدا خواهد امام غزالی در کتابش برای یعنی شب اوله که تعلیم دادیان باید که خدا خواهد داماد نزد عروس درآید میگد، از پیشانیش بوسه کند و 2 رکعت که هر دوش نماز نفل خواند، نماز شکرانه. الحمدلله که خدا من توری زن مناسب دید و زن الحمدلله خدا جان من که این شهی خوب مناسب دید که این نماز بخوند عبادت میکند. الحمدلله گفتی شاعر میگد هر کی را خدا لطف کند حضرت حق آنش دهد، یک زنی مستورهی کاکل پریشانش دهد. اگر می خدا مرحمت چه تو دریغ نداره لطف شبالات بیاره میگه یک زنی با سطر خدا مناسبت بکنه، یک زنی با شرم، یک زنی با حیا را انشاءالله مناسبت بکنه. میگه دعا کند که میگه جوان پروردگارا همین زنی من چی کن؟ زنی خوش اخلاق کن، زنی شیرین سخن کن، زنی کن که اطاعتی من نکند، زنی کن که اطاعتی خدمت پدر و مادر نکند. میگه دعا کند. من امام اعظم رحمت الله علیه با همسرش یک جایه شدن طبق دعا که درجه یافتن. حضرت نوح بینیم که حضرت گیم که موسی همه خدا خواهد پیغمبرا. من حضرت ابراهیم 100 ساله بود
100 ساله بود، کهنسال بود. خدا گفت من یک کودک میتیم. گفت تبسم کرد، گفت که من در این 100 سالگی چه خدمتی؟ الله قدرت دارد. دعا کرد، گفت ربی حبلی، یعنی برای من حبک، گفت فرزند صالح. یک فرزند صالح حبک گفت که من گفت اطاعت کنم. خداوند حضرت کیا دادش؟ ای بی بی آجر رو انشاءالله اسماعیل دادش. وقتی که اسماعیل علیه السلام برای قربانی کردن بردش پدرش، میدانید برای من خداخواد و نزدیک خداخواد این قصه ها ذکر کنه میشود. من ماه خداخواد حج موسمی که است با ابراهیم عملای کرگیش است. وقتی که حضرت اسماعیل یک دهن سخن کرد، گفت که بچه جان خدا من امر کرده که تا قربانی کنم. گفت تیزتر که پدر جان که من از جمله صابران باشم. رد نکرد، فکر نکرد، گفت که من تیارم برای رضای الله. گفت ببینید میگه دعا که میگه اگه برای فرزندی صالح گرفتن چی در کار است؟ حلقی پاک در کار است. عینا انشاءالله خدا خواهد جوان پسرم جوان دخترم این شبه باید که حلقاشون انشاءالله پاک دارن، چون که کیسته شما فرزندان تحصیلات دارد. نیاز نبرالید. حتی میگه پیش از لباس کشیدن دعا کنم، میگه به زبان تاجیکی که پروردگارا من در فرزند صالح ته، اون فرزندانی که از شیطان میشود ما را دور کن. حتی اگر شما به بسم الله نزدیکی کنن شیطان به شما یک جن نزدیکی میشود. حصهش در فرزند شما میگذارد، او فرزند اطاعت شما را نمیکند. باید با طهارت باشد. بچه‌ام دخترم الله شیخ سعدی میتید، الله امام بخاری میتید، الله انشاءالله خدا خواهد جوانای خدا خواهد صالح میتید، دخترای صالح میتید که از کودکیش اطاعت شما را میکنن. امروز مست اکن خواب کن چی میشه؟ چی میلیاد از باید تصور کن؟ زی دیوانه روید، زی صاف روید. بجای خدا خواهد خدا نکرد با طهارت باشی، با عبادت باشی، یک جای شو چی میشود؟ ولی همین با ما شما فرزند چی امید میکنیم؟ صالح امید میکنیم که بچم نماز خون شود، بچم قرآن خون شود، بچم عبادت خون شود. نه که زواد ویران بودن با چی میشود؟ فابریکه ویران بودن با چی میشود؟ فرزند محصولات ما و شما است. چون که خدا قرآن نمیگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم النساء حرث لکم. این زنها کیسدار شما است. گفت کیسدارتون خوب گفت تربیت کنه. همین دیوالی که بینه نه دیوالی که اگر خدا خواهد شور زدگی باشد شکتل کش کن نمیکپد. طوری می؟ برای دیوال خوب برمدنش خاک خوب در کار، زمین خوب در کار. برای فرزندم برادر همچنان است. من برای شما مبارک یک قصهش برای شما میارم. نوح ابن مروان گفته که قاضی بود مروان. یک روز دخترش با بلاغت رسید، سین 18 رسید. از هر کجاها چی اومد بعد خواستگارا آمد. مردم گفتن که فلانچی نتشت پولش بسیار از ماشینش است، معذکره دخترش میگردن. اینش که دلالت کرد. گفت نه من دختر و یک فرزند صالح نمیتونم، بچه این نمازخون خدا ترس نمیتونم. میگد اطراف شهر دید هیچ کس نه. یک میگد غلام داشت، من مبارک خودش غلام بود، در خانه و خدمت میکرد، لیکن از الله میترسید. روز خدمت میکرد، شب تا سحر عبادت میکرد. حتی که من قصهش میگم تو برای شما. مبارک وقتی که نوح ابن مروان از بازار خریده میآید، دوره های غلامداری خلی بود. این نیست الحمدلله امروز با شما آزاده. بعد نگهش کنیم باغ دیدی بچم همه باغ نتون نگهبان باشه، همه انگرها را پرورش کن. چند سال خدمت میکند. یک روز انگرها وقتی که پختگیندم مهمان میآید. نوح ابن مروان مهماناش همون باغ میبرد و مبارک میگد مبارک از همه انگرها پیش مهمان بیار. مبارک انگرها رو میکند، خامش هم است، پختگیش هم است، هر گونه انگر است. یاره شفته میماند، میگد بچم این چی انگر آوردی تو؟ این خونش هم است، پختگیش هم است. گفت میبخشی. گفت کجایی؟
من تا حال انگل شما را نمیدانم که کدامش پختگی است کدامش خون است. استغفر الله گفت. سبحان الله. او چند ساله نزدیک من خدمت میکنی. میدونه گفت وقتی که شما من ای بازار آورده گفته که فقط همین باغ نگاه کن خود نگفته من تا حال یک دانه نچشیدم. سبحان الله گفت. انا 2 ساله. کجا میکنم من ساله اول. بعضا شب که من میگفت همین بیچاره مبارک روز خالص خدمت میکند شب خدمت الله میکند بادا همین میتینش بعد میتینش عروس میشود ما باید بگیم که 20 روز میگذرد مبارک با دختر نزدیکی نمیکند تحصیل خدا را بینید ولی موشم خدا خواهد ولی نرسیده بعضی اون یک جاشت هستیم خدا نگاه دارد بعضی امور زن میزنن پیش عروس ما یک جاش نگیم نعوذ بالله من ذلک از خیلی گناه خدا نگه دارد ولی اینکه به نکاح حرام است دست یک زن قبیله وقتی که این خبر با گوش زنی نوح ابن مروان میرسد بعد بچه میگه که مرد کاخی تو گفتی که همین مبارک نتش دادمش 20 روزه این نگاه نداشته این چی حادثه است بعد فریادش میکنه میگه بچه اینجا بیا بشی هی چی کم بودی داری آخی تو ما تو دختر دادیم این 20 روزه دختری ما نه دست میکپی نه نگاهش میکنی چی کم بودی است مبارک میگه که میگه نوح کم بودی از جانب شماست میگه من چه کم بودی دارم وقتی که تو قاضی بودی نزدیک تو من خدمت میکردم پاره میگرفتی مبادا همون پاره دمی دختر را نخورم داشت که فرزندا برنگوین من چی روز صبر میکنم چی روز از مال حلال خودم میخورندمش انا بعد یک جا میشم 40 روز میگد از میوه از خدمت خودش خوردش 40 روز یک جای شدن یک پیسره که خدا دادش نامش عبدالله عالم گوی عالم بهترین قاری گوی قاری بهترین یکی انشاءالله عالمانی بزرگی همون زمانه شد که عبدالله به نام این مبارک مشهور است من فرزندی سال در گذاشت با ای بس خدا خواست زمین ها ویران اشاره 18 ندومده است نماز نمیخوند امروز 20 ندومده است نه جوان نماز بخونند نه دختر نماز بخونند ولی اینکه نماز عزیزان من از سن 12 سالگی برای مردکا برای دخترها از سن 9 سالگی فرض است عزیزان من 9 سالگی دختر به بلاغت میرسد نماز در گردنش فرض میشود باید که از 9 سالگی سر کند انشاءالله خدا خواهد بچه از سن 12 نماز انشاءالله خدا خواند عزیزان من شما گوید که کی از نماز زیان کرده است گوید کدام نمازخوان انشاءالله خدا خواهد تیراریست شده است کدام نمازخوان زیانکار شده است کدام نمازخوان پدرش زده است مادرش زده است همسایش زده است الحمدلله نمیزنه چونکه این الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر خدا میگه نماز شما را از کارهای بی‌شرمی بی‌حیایی باز می‌دارد شما را از گناه باز می‌دارد از خونریزی ها آبروریزی ها شما را باز همین نماز است عزیزان من نماز باید انشاءالله خوانند خدا فرد انشاءالله من برای عروس و خدا خواست نصیحت میکنم از همین روز عبارت من یک جایه شدن الحمدلله اولا زنها باید که شوهراش حرمت کنند برادران حرمت کردن شوهر مثل عبادت است عزیزان من مثل نماز و روزه است ایاد نبرادین چون که روز قیامت الله سبحانه و تعالی این زنها را در محکمه سودیش بعد از نماز و طاعت و عبادتش از حق شوهرش میپرسد اگر حق شوهرش ادا کلا شد جنت میدهد الا نه حتی که پیغمبر بزرگوار میگه اگر خدا حق سبحانه و تعالی آدم در سجده کردن میفرمود من میفرمیدم که زنها چکار کنن مردهاش نه سجده کنن از بزرگی چی؟ شوهر عزیزان من بزرگ داشتن شوهر این عبادت است برای زنها جنتش است انمی شوش است اگر شوش راضی باشد جنت میدهد الا جنت نمیدهد ایاد نبرارد شما مردا ایاد نبراره که شما جنت شما پدر و مادر شما است روز قیامت خدا بعد از نماز و طاعت عبادت از حقی پدراتون میپرسد آیا راضی کریمی نه ناراضی کراشن یا خدا خواهد انشاءالله جنت میره
اگر راضی کلاشه خدمت کلاشه نکلاشه دوزخ است جاتون. پیغمبر گفتن کسانی هستن که دو باغ دارن، دو جنت دارن، هم پدر و مادر زنده است. کسانی است که یک جنت دارن، یک تا زنده باشه. چون که پیغمبر گفتن الجنت تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای پدر و مادران است. برادر علیه السلام یاد نبرده. انا خدا خواهد شما امروز که شما صاحب 4 پدر شده، 2 پدر 2 مادر ایاد نبرار، دامادی عروس، دامادی محترم. از امروز عبارت پدر و مادر خودت، پدر و مادر همسرت، پدر و مادر ترس، این ایاد نبرار. شما فقط عوض میکنه خلاص. چون که اون دختر اینجا آوردن، مادر شما، پدر شما و یا بچم، دخترم بوده چکا میکند اعلام میدارد، بیگانه نه. دخترم بوده چکا میکند قبول میکند. شما را انشاءالله خدا خواهد جانب عروس، شما را بچم بوده چکا میکند قبول میکند. خسول و خستامنم راضی کردنش برای مثل پدر و مادر حیات نبراد. پیغمبر داریم که آباؤکم ثلاثون، پدرهای شما گفتن 3 است. پدر خودت، پدر عروست، استاد هم انشاءالله پدره. استادی که شما را علم میتید، استادی که کسب و کار شما را میآموزاند و هم چی است پدر شما میشود انشاءالله خدا خواهد. برای همین شما انشاءالله خدا خواهد چیکار که من آج شما که زنم میگیرن آرزو میکنه که خدمتی که کند پدر و مادر شما را کند. مبادا اگر گپ گردوند، مبادا انشاء خدمت نکند، چقدر عصبی میشید، چقدر غربت میکنی. همین هم آرزو میکنه که شما پدر و مادر را چیکار کنین؟ پدر بین. خواهر این خواهر شما است، یاد نبرانید. همین زن تا در دست شما است برادر، خواهری وی، عمه وی، خاله وی، مادری وی، اچه وی، همش نکاش ابدی حرام است. شما فرزندی همون خاندان میشه تا این دختر در دست نکاح شما است. نمیتونین خواهش با نکاح کرگیرین، نمیتونین خالشن، نمیتونین عمشن، نمیتونین مادرشن، نمیتونین آچش شما با در نکاح حرام ابدی است. چون که شما فرزندی وی هستید، وی ها فرزندان شما هستن الحمدلله. برای حرمت کنین انشاءالله خدا خواهد، عزت کنین. ولی چندین در سیدای ما میدونیم بعض دخترها نیسته سادیم که داملا جان التماس گجای میشینن، آخ پدر ما پدر مادر است کو حقارت میکند ما را، مادرامون حقارت میکند، دامادا خواهرامون حقارت میکند، خالامون حقارت میکند. ما دلگیر میشیم از زندگی، حتی دل مخنوق میشود. همون جای زن در خود تمانو جای زن تو مرد و مرد شود، خود زن شود، بعد افت حقارت کند، خواهر حقارت کند. این حقارت کردن علامت منافقی است عزیزان من. علامت منافقا 3 است. به یک روایت 4 است میگد. وقتی که گپ زند دروغ میگد، اگر کسی که دروغشی است منافقی، دوزخ تعیینش میده. این المنافقین فی درکی اسفل النار. یک علامت منافقا وقتی که امانت گیره خیانت بکند و بعد یک پول داشته بیگان چیزش میتید، وقتی که میفروشی گمش میکنی منافق هستی. گپ زنن میگد دروغ میگد، یکیش وعدش نه خلاف میکند و بعد یک وعده کردمونه خلاف میکند. گویا که پگه من خانه تو میرم خدا خواهد شپورت میزنم یا پگه فلان کارت میکنم، نرفتی منافقی. یکی دیگرش میگد اذا خصم فجره، وقتی که جنجال کند حقارت میکند. باور میکنم امروز بعض جوانه از دهنش خدا خواهد خدا نگه دارد با که نجاست میرزد. برادر با برادر نه خواهرش میموند نه مادرش میموند. این کجا از کجا گرفته؟ نه پیغمبر ما شما بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم در حیاتش حقارت کرده نیستن. مبادا اگر جهل محمد غضبش می اومد سکلت که امک، کاش که مادر تولدت نمیکنه. نمیگفت به خواهرت فلان، اپت فلان، خواهرت فلان، عمت فلان، دارنگیت فلان. این علامت منافقی است عزیزان من. باید مسلمان مهربان باشد، باید مسلمان رحم دل باشد. شما خواهری کسم خواهر دانین، مادری کسم مادر دانین. چون که ما شما اینما المؤمنون اخوه، ما یک اکا و دادریم، یک اپا و خواهر ما
شما خدا خواهد ما یک انسانیم ما از دیگه چیز تولد شدگی نیستیم همه ما یک انسانیم گفتی شیخ سعدی بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند ما از همین گوهره که خواب خدا ما شما رو آفرید چو درد آورد روزگار دیگر عضوها نیابد قرار اگر میگن یک جا که در کنه تمامی وجود در میکنه باید هیچ کنیم ما تو از غمی دیگران به غمی نشاید برد نامد آدمی تو میگه همسایت گشنه باشه همالگیت خلاخت گشنه باشه همالگیت نه بالاش نه مصیبت بیاشه و خندیده مذاق کرشینی تو آدم نیستی باید که ما شما همین سوخ زمین همه ما اکا و دادریم الحمدلله یک دین داریم یک ملتیم یک مذهب داریم یک کتاب داریم یک پیغمبر داریم یعنی کتاب قرآن پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم مذهب امام اعظم الحمدلله ملت موچی ابراهیم خلیل الحمدلله همه لا اله الا الله میگیم محمد رسول الله میگیم باید که ما شما یکدیگر آزارچیننده نباشیم یکدیگر خدا خواهد چی حقارت کننده نباشیم یکدیگر خدا خواهد انشاءالله طعنه زننده نباشیم کیا میخندی اکای خودت میخندی کیا میخندی خواهری خودت میخندی کیا میخندی اپای خودت خاله خودت میخندی ما همه یک تن یک جانیم الحمدلله این مسئله را پرت عزیزان من این کارا را نکنین کاری کنین که انشاءالله خدا خواهد در دنیا نام تموند چنان محلان در زندگی کنین که بعد سر شما آدم آرزو کند کاش الله و 10 ساله که دیگر عمرش زیاد میکرد همانطور که بهترین انسان کی است همان انسانه که نفعش به مردم میرسد خصلتان لا شیء افضل منهما ان نؤمن بالله و نفع للمسلمین دو خصلت است که ایوان خوبتر خصلت نیست گفتن یکیش به خدا ایمان آوردن و فایده رسوندن به مردم دو خصلت است که ایوان بدتر خصلت نیست گفتن یکیش خدا را شرک آوردن و ضرر رسوندن به مردم شما خدا برای دلازاتی در این دنیا نآورده حتی که در عرفیت میگه که از دلازار خدا بیزار آخر زن تا آزار دادن که آخر خودش دعوت میکند زن تا آخر حقارت کردن که آخر از زندگی دلش خنک میشود از تورنه مردم دلش خنک میشود آی چه دم میذاری علاقه زنش میشه میذاری اپت فلان گو خوانت فلان گو زندگی در دست دو انسان است دو انسان اگر انصاف کند یا دیگرش دوست دارد محبت بندد زندگی اعلی میگذرد و پیش ما یک خلاش میداد که همین گرمش کرده گرمش کرده خیلی میشود گرم شرط نیست محبت در دست دو انسان است دو انسان اگر یادگر من باز تا گرفتن نمیخلاست باز من تا گرفتن مرمت خرمت شبورت دیوالو ساعتی 12 شد در دن چقری میگرده بعدی خدا خواهد اینجا آورده بعد عیب سر بکنه این نامردی است اون وقتی که دختر آزاد بود الحمدلله خدا خواهد انشاءالله حقوق داشت کسی را نقض می‌نه حقوق داشت به کسی محبت بنده وقتی که شما گرفتیش اکو کنترلش میکنی اکو میگوی تمام اون تلفونات گم میکنی تمام فقط زندگی خوب میکنی چی که شد تا روز شد تمام کلیت سیاه زندگی میکنی محبت میبندیم برای چی بود زندگی عادلگیر است چون که ما گپ شیرین نداریم زن هم ایمان ده خدا خواهد گروبی ما از زن هم ده گروبی باور میکنین گروبیگی عاقبت محبت میشکند آن خاطر میگن مرد اگر از کوچه بیاید باید زن بخیزد زن میگه دویده رفته چکا کند دستکای پیشی دستاشا بوسه کند مردک جان در جونان مولم در کجا بودی تو؟ من صحابه زنهاش شما خشو کتاب خوانین وقتی که میگه حتی بینین بعض زنهای صحابه را بینین حتی که شوهرش اگر مبادا کار رود در دشت روان اگر مبادا کار رود زنه که بیچاره در آفتاب میستاده است همسایه ها زنها دیده میفتست که ای زنک برای چی تو در آفتاب میستی آخی دستشوی نمیستی این ایروی انصاف نیست که شوهرم برای زندگی من افتاد در آفتاب کار کند و من دستشوی خوابم بینه چنان خدا تست زنها بودن حتی اینکه زنهای چنانی بودن که زنها یاد گیرن نه
وقتی که شوهراش از مسجد میگشتن یا که از خدا خواهد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میگشتن یگانه سوال میکردیم کم حفظت آیتا من القرآن الکریم ای مردک جان بگو چند آیت از قرآن کریم یاد گرفتی کم حفظت حدیث من رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر حدیث یاد کردی علی نه من اگو اخبارات درکار نیست فلان چی تشده فلده اینا میپرستن این زنها کجا شده کن از ما شما خدا خواهد این چیزا عموما این مسئله ها نیست امروز نه محبت در جوان است نه در گنج پیر است نه در دیگر است باعثش چی است تربیه نبودن است تربیه کنیم انشاءالله خدا خواهد دختران تربیه کنیم انشاءالله خدا خواهران تربیه کنیم فرزندان چنان زندگی خوب کنن که برای شما فقط پیروز بیارن شما گیم که 18 سال تعلیمش بیتیمین 18 روز نخدا خواهد تمامی همین محلند چهار میشود همین محلند خدا خواهد گم میزن این زنها آمدن رفتار و گفتار همون دختر دیده بها میتیم باید که ما شما چکار کنیم انشاءالله خدا خواهد دخترهای خوب تربیه کنیم مثل خدا خواهد انشاءالله فاطمه مادرمون مثل انشاءالله خدا خواهد عایشه خدا خواهد مادرمون مثل بی سارا مثل بی مریم دخترها را بابای رسونه که انسان ها خدا خواهد لذت برن انسان ها خدا خواهد راحت کنن باور میکنه همین شما اکثرت ایبوی خوشیدن و سر نیستی برای چی من نگم سبب زنهای ما شما زیباکش در کوچه میتید همین زنها اگر مبادا توی روان کوچه روان خدا خواهد 2 ساعت زیر آینه میستن 6 کل کتش آلیش میکنن یک باش میست که زنک جان همون کته هم خدا خواهد $100 یک بار در پیش من پوشت این میگه بدگی سمیدی همین فارتم همین نفارتم که خلایلا گذشتگیه تمام بعد محبت در گجا میشود این بعد میبوید کوچه یک زنی خوشبه میبیند بعد دلش میرود سک دلش از این زن خنوب میشود باید که زن انشاءالله خدا خواهد چیور باشد لفظ شیرین داشته باشد معامله خوب داشته باشد که از زبان شکر ریزد انشاءالله از زبان شیر ریزد اصل ریزد انشاءالله خدا خواهد شما را مردها انشاءالله خدا خواهد لفظات نشیرین کنید حضرت مولوی در کوچه یک شخص دیدن که بسیار بد اخلاق جوانی حقارت کننده فقط ناقص است یک مثل شعر گفتن من آدمم گفته هستی کله جنبان چرا داری میزاج خوی حیوان همین طرح آدمی تا که آدم گفت دهن تا فقط حقارت میرزه تو میگه چه آدم هستی تو آدم نیستی تو آدم باید که حقارت کننده نباشد گفت آدم باید که از زبان شیر و شکر ریزد اصل ریزد انشاءالله خدا خواهد شما خصلتات ندیگر بودین عزیزانی من عمرها میگذرد من آدمای میدونم که در یک عائله زندگی بکنن خانه‌های زن و شوهر جداست ای چی نکنید زندگی در کتاب ها 3 خانه اسلام میفرماد برای هر یکی ما شما 3 خانه است یک خانه برای زن و شوهر علایده باشد یک خانه برای فرزندها یک خانه برای مهمانها علایده این سنتی است باید که زن و شوهر 1 دقیقه از دیگرش جدا نباشد 1 دقیقه ما شما شرایط که داده نمیتونیم حتی که فرزندکام و کودکاست از خودش میترسانیمش حالا کودک خدا خواهد انشاءالله بابا اومد عجینه برمد فلان چی دور مد بیچاره هم نماشین نشته تلخش کرده بغل جدا نمیشه و شهرهای همون بینن اروپانده خدا خواهد همون تولدشون همون ساعت جداش میکنن همون ساعتی معینی میارد شیر شمیت با همون خونش نخواه میرد خدا خواهد انشاءالله در 50 دومده بغل مادرش نمید از ما خدا خواهد 18 در دومده اتش ایوچت خوره پاش ایوچت خوره بابا میخیرش اجینه میاید حیات نیست این عزیزان من از همون کودکی تعلیمش ده از کودکی جداش کن و برای چی شما خدا در زن و شوهر کرد و شما خدا برای نعمت داد که از نعمت شما فایده برید مزه کنید زندگی خوب کنید بدتر سول از این حیات است باور میکنم زن تگو که همون شب را گو زنک جان همون لباس های قیمت ها دا پوش خیلی پیش من رقص گو نمیکند یکی مردای بیگونه نچکا میکند جدا رقص میکند یکی در پیش شوهرش
نمیکنه درخصه میگه تو مردی گره ای بس در پیش زنش عیب شوهرش مرد بیگانه عیب نیست در پیش شوهرش زیب و زینت دادن سنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم و عیب بوده باش در کوچه زیب داده گشتنش عیب نیست این کجا انصافه چون که یک زن ده یک مرد خدا خواهد وابسته از خلاص باید که وای انشاءالله پیش شما زیب و زینت یاد حتی عطر زدن سنت است مرد که آیا نبراده شما هم خداتون زیبا کنه پیش شوهرات پیش زنات درایی 60 کیلو نوس کشته خدا خواهد انشاءالله در خونه رو حتی نکاتش تا پیش زن درایی ازش میگم با نوس کشته تا سر خواه میرم خوب بود زن بیچاره در اون بوی دارید خواه میرم توشکو در نانکاتشو لباسای خدا خواهد سلیت نپوش پیش زن درا زن تا گوترم سلیت نپوش کو محبت در هر دام بوده گو هر دام اگر انصاف کنیم عالم گریستونه گو نکنیم انصاف نیست من بینم پیغمبر همین خیلی خوشبو بود که حتی اینکه خدا خواهد تمام زنهاش آرزو میکردن که یک دقیقه محمد از وی دور نگوشد به یک روایت 11 زن داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم همش آرزو میکردن که محمد از ای چی؟ ای بوی خوشی محمد این عطر زدن سنت رسول الله است پیغمبر گفت من زی دنیا دوست دارم سه چیز عطر و نماز و زنهای با تمیز من از دنیا شما فقط سه چیز دوست میدارم گفتم یعنی نماز عطر زدن زنهای با تمیز زنهای خوب زنهایی که خدا خواهد صاحبی چی هستن انشاءالله حجاب هستن صاحب عبادت هستن صاحب خدا خواهد معامله و لفظ شیرین دارن من این زنها را گفت دوست میدارم ما هم دوست داریم انشاءالله این سنتی پر رسول الله صلی الله علیه و ما شما هم بهترین لباس پوشه اگر داری پول خدا خواهد لباس خوب پوش این سنت است بهترین ماشین سوار شو پول داشته باشی اسلام من کننده لباس و مست کننده چیزی دنیا نیست اسلام من کننده گناه از خلاص عزیزان من گناه نکن مزده که دنیا ده خدا خواهد حتی مسئله های فقهی ده نزد امام اعظم رحمت الله علیه اگر بای باشی میگد همسر تا چی؟ یعنی طعام بایانته هر روز آشش کرده میگه چون که زن پایستنش در گردن ما و شما است اگر میانه حال باشی میگد گاه آش کن گاه خیلی شاله هم کن گاه شربا هم کن اگر میگد نداشت باشی همون رفتار تا دیده خدا خواهد یعنی پایستن زن خلاندن نفقش در گردن ما و شما است عزیزان من باید مرد زن پاید زن مرد نه ای بس باید ما پاییمش چون که اون زن ما در عهده میگیریم ما پیش خدا میگه من در نکاح میگیرم میخورونمش میپوشونمش تربیهش میکنم میگه اگر در بازار ششتی خیلی زن تا ششتی خورون شما در بازار خدا خواهد با جورات 200,000 300,000 میخرین زنه که بیچاره در اینجا 1 کیلو گوش میاریم با بچه حقارت ها بچه ویا خدا خواهد 2 روز بعد گوش اداش که با میزنیش قپیده و دینه نوارداد من جورات 3 کیلو گوشت میخوریم این نمایی نمیتیم لیکن در خانه در زندگیت گوش نمایی میتیم و بعد زن تو نخورم خدا خیلی شد زن تربیه کن این شما در کاره و جوره توپل دارین چیز داری و جوره که شاید میگم دوستان سه نوان عربیدانی مالی و جانی و زبانی ممالی مال بده بجانی جان بده دوستانی زبانی رو از در بیرون امروز دوستان هم از زبانی هست امروز نه منصب داری خدا خواهد در یکان کارخانه کار میکنی همه جورت هست همه کار فرمدی همه میگیره با همین دسته که زنت نمیمونی بهترین جوره بهترین دوستی است برای ما شما اولا پدر و مادر است بعد از وی چی است همسر است عزیزانی من سرداشی شما خدا خواهد انشاءالله برای زنها رو خودونه پوشونش حتی که سنته که سرطان خدا خواهد لباسی سرطانش خرید تیرماه لباسی تیرماهی خرید زمستان لباسی زمستانیش خرید بهار لباسی بهاری خریدن در فصل ها سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم من پیغمبر الحمدلله جوان اکسش ایرسکی ها میان سپشکا میارم و این سنت است این توی که دل همسر برداشتنم سنت رسول الله صلی الله پیغمبر اصلا هیچی نباشد یک گل می آوردن یک گل آوردن تبلیغ میکردن میگفتن آیشه مثل همین گل شکوفان باش با شما چی خدا خواهد انشاءالله زن بیگانه که در کوچه با اکسنت شکم میزنه
لواکان رو پاک کرده خیلی شروع اکسنج کردی بعد پیز زنن مدر زنن مرده که های کجا اومدم کنی چه بعد این زندگی میشه این محبت میشه این عشق میشه آقادنی این حقیقت این حق نیست این خود سند کنترل سند خود این خود انشاءالله اکثر آدم من 70% 80% جوان ها میخواد هستن زنهاش که معامله خوب ندارن با زنهای بیگانه خلاقت معامله های خوب میکنن گپای خوب میزنن همسرت نکن این حلال شماست این خلاقت حتی اگه کسر شوی بین همسرت نگرد میکنن اوه موبده یک بار نمیپرسه حالت تکیه بیچاره این با خداخواد خودش نمیخونه با میخوندن خودش نمیپوشن با میپوشن در یک روز 6 بار مبادا یک جشنمانی تمام وجود تمیشود بیچاره همسر من میدونم بعضی جوان نامردا 20 ساله گومای بیچاره این زن منتظر اوی شده که امروز سحر میآید همین است خداخواد در اونجا به شهری بگونان نگشته خیلی رفتی کار کردی 1 سال 2 سال بیا این همسرتم خبر گیاخی اینم حقش است یک شعار با برداشتی که مردمی ما هر نانش هست ما همین جنجال میره سر میکند خشتومش هر نانش هست پولش هست چیزش هست این ده چیه؟ شوش نیست تو این نانی تا در سرش میزند و این لباسی تا در سرش میزند یعنی خدا تو سنجه که یک شب خدا خواهد زن 3 روز خونه شو برای خدا خواهد باری خورد تا میسیفی رفته دوید راستی سیز خونه اون بیچونش ما گسه کرده بچه ها تو نه 5 سال 3 سال گومای رحمت اینو که ایمان دارم با صبر میکنم با طاقت میکنم من زنها روز دیگه میدونم زنها روز که دیگه اینجا اومد یک موقع نرفت شو میکنم میرم اینو با ایمان دارم الحمدلله با از خدا امیدی چی میکنم خدا خواهد امیدی شما میکنن که انشاءالله شما ایمان شما نمیته که او گناه کنن میدونین در شریعت پرتافتن زن تا چند هست تا 4 ماه از خلاص حضرت عمر عادل رضی الله تعالی عنه خلیفه بودن 125 دولت نه پرزیدنتی کرده گیا شبها میگد مدینه کوچه هاش دور میزد بینید خوب گوش کنید یک جا رفت که میگد یک زن عرب شعر خونده است از عربی معناش همین که پروردگارا اگر از خود نمیترسیدم که امروز شوهرم در جهاد است یک مردم میآوردم کراوات نمیجومونده که از خود میترسم حضرت میگه عمر چنان تأثیر کرد فردا میگه روز شد دخترش هفته که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم نشو دعوت کردن دخترم اینجا بیا تو حقیقت برای من گو که زن چقدر طاقت میکنه بشو گفتم پدر جان 4 ماه طاقت میکنه خلاص بعد 4 ماه کنترلی که نمیتونم حضرت عمر در مدینه فتوا برآوردن قرار برآوردن که از این طرف کجای که خدا خواهد خدمت هستند در 4 ماه عوض کنه که حق زنها پایمال میشود امروز رفته 5 سال و 3 سال و 2 سال گمه الله با اینا توفیق داده که با صبر دارن خدا ایمان نکاش خدا خواهد رحشون نمیتید رحم نمیکنی خود همین جا میندوان پرتافت خطبرات هم خود گردد و میگه در رفیق کارچه در خود زن در نکنه بعد دیگه کس نزنش یعنی مقصد چی است؟ این زندگی های ما شما ولی با بیسه یک تا کاری را گفتگیان خدا خواهد آبرو پل براد آبرو نجا پلس صرف میکنن خدا خواهد یک هفته بعد داماده چی میکنه که من بید بچه هم در خاص بودیده آبرو گفته من خیز تو صدقه زن میشوی اگه برای ایرکود میره گول میره رفته پلی هفته بیا خاص بودی و جای اکانومیکا کنه 1 سالک 2 سالک یک فرزندان شوند یک از دیگر سیر شوند اینو نه ما همینطور بیرام انسانه من میدونم که در 1 هفته برفته که داماده است در 1 هفته خاندان شد میشارنده 1 هفته بعد داماد نیست ها قرض نبوسیده این جای کار دارد برش نباشه با اونجا چون از زن خودت ناموس میکنید زن تا برای سیاحت بردن ناموس میکنید کجاش کم از زنای ما شما زنای ما شما 4 تا خوش نخدا خود بود و زن سرمنه اون میسی مسکو دمشه بگیرن تو ناموس میکنه خدا خود زنان تا برده دم زندگی کردن حالش نوشم کجای مرد باشه اونجا بردن در کار من از سنت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که سفر میکردگی میشد زنهاش نمیشوند خمیر چند کلوله میکرد در ذهن 1 تا سفر مینه سفر مابنش نمی پرتاف میگرفتن همه
میکشایدن خمیره میدیدن که کدام سفر براید همه گرفته سفر میرفتن شما به زن نمیکشتن ما ناموس میکنیم یک زن داریم ما با شما همین دام خدا خواهد انشاءالله زندگی های تر زندگی های شیرینی ندارد اکثر جوانان بریم بیاین انشاءالله این کارا رو نکنیم همه زندگی های خوب کنیم این جوانی ها اندک است میدانید همین زن و شوهری 20 سال است خلاص از همین 20 اگر خانه داشته تا چیله بعدی که چیل که دور مده تمام چونکه بچه ها کلون میشود بچه ها خونه دار کنه دختر شوهر دار کنه نیبرد کلون میشود و ها بیماری ها فرا میگیرد 20 سال زندگی داریم خلاص همین 20 سال هم از دست نچین برادر خدا برای ما شما زن نعمت کرده داده مردان زن ها را نعمت کرده داده از این نعمت درست استفاده برید حیات شیرین کنیم زندگی های خوب کنیم که تا اینکه انشاءالله خدا خواهد ما هم از زندگی ها دوام نباشیم زن هم از زندگی هاش دوام نباشد برادرم برای همین ما شما آگاه باشیم انشاءالله خدا خواهد مین بعد این کارها را نکنیم امید میکنیم که از این صحبت ها شما بهره میبرین انشاءالله خدا خواهد ما گپ زنیم گپ بسیار است لیکن زنها آزاد نبرارن که زن خدا خواهد انشاءالله به اجازت مرد یک قدم کوچه برمده نمیتوند به اجازت مرد یک چیزی خانه داده نمیتوند اسلام همین است حتی شیره که در پیستان دارد مرد خوجه این است شیره که دارد مرد خوجه این است اگر یگان کودک بیگانه میمکندگی شود باید از شوهرش اجازت گیرد ایلا روز قیامت خداوند سبحانه و تعالی پیغمبر شب معراج بعض زنها را دید که در پیستاناشو از دوزخ کشالند پس که جبر اینا کیا هستن اینا همین خیلی جوانا که به اجازت شوهرش بچه های بیگناه مکندگی این شیرخوارگی و فرزند با وجود ندارد اگر تا 2.5 ساله نزد جمهور دو باشد مذهب ما شما تا 2.5 ساله تا 2.5 ساله حق شیرخوارگی زن شما کدام کودکی میمکنه و بچه شما میشود نمیتونه شما اون بچه را چی دختر باشد بچت نگرفته و فرزند شما میشود حتی امروز من راد بوده ساده سپرسید در راد بعض ما وقت میشنویم که بعض زنها از تر شیرش گم میشده است زن شما و شیر میتید و فرزند شما باید که نامش نیستید از کدام جا است از دیمرسد نی اوشیار نی شرقاباد نی نویسته و تکش گفته مانه که خدا نگه دارد که پگه اگر مبادا کلان شده باید دیگرش خاندار نشد که خواهری خچه میگیره این حرام ابدی است یا که اکر خودش نمیرسد باید دختر شما فرزند شما بشه این سپرسیم خدا خواهد حق شیرخوارگی تا 2.5 ساله کدام بچه و دختر میمکنند و فرزند شما این برای همین اسلام به اجازت چی نمیشود باید اجازت کردی یعنی خدا خواهد رخصت کردی چیکار کند این شیر خدا خواهد بینن حتی حق شیر من در آقای پیغمبر علیه السلام ده یک زن شوهر خاندار میشوند شوهر جهاد میرود و نکی زنک تا من از جهاد گشته اومدن یک قدم از خانه بیرون نبوده وقتی که بیان میرن اون زنها خدا ترس بودن ولی ما زنهای ما شما اگر نراگو خدا خواهد با دیوال پرده میرود یک زمان شتگی بود که خبر آمد میگد گفت که یک کس آمد گفت که گفت زن پدرت بیمار شد گفت که من شوهر گفتگیه که تا من گشته اومدن از خونه نبرو حتی رسول الله زنده بودن محمد صلی الله علیه و سلم گفتن برای محمد پرسید اگر اجازت یا میبرم پیش پیغمبر مو رفتن گفتن که یا محمد همین زن شوهرش برفت است جهاد لیکن پدرش بیمار شده شما چی میگین ما اجازه من گفتن حق نداریم بچه‌م اطاعت شوهر تکرد با اندک وقت دیدش خبر آمد که پدرت مرده است بینید زنهای خدا ترس بینید با خبر آمد که پدرت مرد نمیره گفت من شوهرم برو نفسگی برای محمد پرسید اگر اجازت یا گفت که من حق ندارم خلاص کلام پدرش گورو چی شد ما بین چند قوی یک شوهرش آمد وقتی که آمد نه داد گفت نه جنگ کرد شیشتن چای خوردن افقات خوردن طعام خوردن گفتن زنک دنیا نه چی گپ است گفتن مردک بعدی که شما از اینجا رفته پدرم بیمار شد خبر آمد نرفتم اطاعت شما کردم مرد نرفتم و گفت یک دهن گفتم من پیغمبر اسم وحی آمد که همون زنه با توفیل اطاعت کردن شوهرش خودشم پدرشم مغفرت کرد
و یکی با شما زنها چنان اطاعتگر باشد، نه مراقبت نبراید، یا که خطا نکند بد نکند، همیشه اطاعت کند، چون که شوهر چی است؟ پرزیدنت خانه است. الرجال قوامون علی النساء، خدا میگه ما مردها را تربیت کننده آفردیم در بالای زن. یک قصه دیگر میگم خدا خواهد، وقت بسیار نمیگیرم. سلیم گفتگی خدا خواهد زن بود دوره های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مادر انس ابن مالک، یک صحابه های بزرگی 10 سال خدمت پیغمبر کرده است. بعدی شوهرش مردند، به شوهر میبراید. ابو طلحه گفتگی صحابه زن نشود. ابو طلحه باقی کلان داشت، بینید زنهای اطاعتکار بینید، باقی کلان داشت. روزه میگرفت، شب عبادت میکرد. وقتی که میگد 1 سال بعدش میگد یک کودک تولد شد، نامش عمر مونده. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته روزایی که میشد به همون کودک بازی میکرد. چون که ما هم اگر میگد شاعر میگد چون کارت با کودک افتاد، با زبان کودکی باید لب گشاد. ما خدا خواهد کودکان اگه با زبان کودکی گپ زدیم، لب ما شیرین کنیم کودکان در. رسول الله آمده بازی میکرد، عمر کتید. عمر میگد کسری چی شد؟ تف شد. کسری تف شد، ماه دوام کرد. ابو طلحه می آمد خبرش میگرفت، میرفت. روز میگه شد که قسمی بیگاه بود، میگد یعنی عمر از دنیا گذشت، تفش بلند شد، علاج نیافتن، گذشت. شوفتش کفنش کرد، زن بین زنی خدا ترسد. شوفته کفنش کرد، راده خونند خوش رو موندش. کدام زنی ما شما میکنن؟ موندش. بعد نماز عصر شام ده ابو طلحه اومد. خصلت ابو طلحه همین خیل بود که به عمر چای نمیخورد. آن میگو بچه مگه مرد اگر گپ بزنم، همین روز عمر تفتش بسیار بلند شد و موندش نگه مانیم شرق خوره. اگر به عمر آفت کرد بینه به خاطر چی؟ به خاطر که روزه شوه بخورد، شکمش سیر کرد. خوردم، شب جاگه خوابی کردم. بینه این خدا تعذیه بینه زنم. شب جاگه خوابی کردم. میگد خیسمی میگد روز شد. گفت که ابو طلحه یک گپ زنم، خوب بگوی خبو گردن چی گپه؟ همین گفت اومد. بعد گفت که یک کس امانت گیری، همه امانت دادن در کار می نگفت که البته گفت زنم امانتی کسی میگیری دادن در کار. امانت خیانت کردنش منافقی هست. همین عمری که خدا به ما داده بود امانت، جام حق تصمیم کرده گست. حیران شد. اینه 4-5 ساعت جاگه خوابی کردن، خورسندی قسمی سحر نزدیده در رسول الله معلم ما و شما بگو محمد میدانی زن من همین کار کرد. رسول الله دعاش کردند، 9 تا فرزند آمد، همش کاری کرد. از چی؟ سبب اطاعت کردن شوهرش، رضای شوهرش گرفتن. ببینید عزیزان من، باید زنهای ما شما همچنان باشد. زنهای ما شما خدا ترس باشد. زنهای ما شما با حجاب باشد عزیزان من. البته از خوردی نمازها خونونه شد. و یک شعار را برداشتیم با دشمنای اسلام. اینا از کودکیش قرآنش نام که کلش بیرون بشه. و تلفنی که اتماس بیرون نمیشه. شب روز یک تلفن در گوارش کشان، موزیک بمبه موندهش خدا خواهد انشاءالله خواه رفته و کلش بیرون نمیکنه. لا اله الا الله الحمدلله. کلش دشمنای اسلام باید. اینا باور نکن، همه بزرگان اسلام از کودکیش قایق کراشتگی است. از کودکیش چی شخصیتی، چی تاریخ منازتی. امام اعظم ما با همین کدی پیشوا داریم، در سین خدا خواهد 5 سالگیش قایق کراشتگی. حضرت امام بخاری در 5 سالگیش قایق کراشتگی. هوای هم کتاب کرده دنیا اندم، دیگه پلنت نامد. هوای هم پدر، هوای هم مادر. چوه؟ مادر پاک بود، پدر پاک بود الحمدلله. از پاک چی روید؟ پاک رید انشاءالله خدا خواهد. ما هم اگر پاک شیم انشاءالله خدا خواهد، ما هم فرزندان خوب دعا کنیم، البته الله خدا خواهد میتید. سخن کنیم، سخن بسیار است عزیزانی من. برای خدا خواهد بین همه انشاءالله خدا خواهد زندگی ما تغییر کنیم. اما ما که انشاءالله من بعد 5 وقت نماز کار خونیم انشاءالله خدا خواهد، از حرامات الله دور شیم، زندگی های خوب کنیم، چون عمرهامو اندک است. در اصلی عمرمو 40 سال عمر داریم خلاص برادران، از این زیاد عمر نداریم. چون خدا نمیگه استعیذ بالله قل متاع دنیا قلیل و آخرت لمن اتقوا. بگو متاع دنیا اندکه 40 و 50 است. چون که محمد علیه السلام 63 مردن.
ما منیم اطرافی همین یک عصرنده چیکار میکنیم؟ جا بریم 70 جا بریم 80 جا بریم 90 نه چیکار میکنیم؟ یک عصر حق داریم دنیا را ترک میکنیم. من نمیتونم که 20 سال زندگی خوب است خلاص تا 20 سال جوانیم خدا خواهد مستیم از 20 سال تا چه فرزند میکنیم خانه میکنیم در میکنیم از چیل کیو که گذشتیم چیکار میکنیم قناتامو میشکند و چیل آیل میگد یابی تو سستی چیل اندکی اومدی سست میشوی با 50 آیی نیابی تندور با چیل آیی بیریزد پر و بال قناتا بشکند با 50 آیی یابی تو سستی 50 نسوس میشوی با کلمه من 51 هستم خدمت سنجیده نکندم موندم ده به دوره های جوانی به 3 تا میکفونوش 10 تا هم نکفی گفت من که تنده برافون برید موزیک باشید تن میتی خدا خواهد تمام چی دهید عقد نمونده کن با 60 آیی نیابی تندرستی 60 نکه درمده تنی درست نمیه و کتکای خودگی دستیه تایی برف نموندگی ها پدرم خدا خواهد بزمیناش کتکای خودگی بسته که چکا میکند درد پیدا میکند با 70 هرگی مرد زیباست 70 نمردن میگن بهترین است چون که هیچ کس محتاج نمیشه با 80 آیی افتی از پا 80 که درمدی با تتا پا بشه با اکتیاق اصلا گوره میگی گفت این موسیقی دولت در کوچه ما نمیرم و امام جان مسجد نمیرم میگه بچه پوچکم در میکنم بچه من دولینم چشمم خیره ما پگه همچنان بشه و ما شما بتازیم که نماز خون مسجد برام نگو وقت ندارم زندگی کردم در کار با یک شیار ما شما دارم پگه خدا خواهد نفقه برام نماز بخونم بوی پیری چندان نوجوانی برفتم بیتابه این داری فانی چقدر جوانا بیتابه برفتن امروز 20 ساله و 18 و 25 30 ما جنازه داریم هوایا امید داشتن که خدا خواهد فقط 60 نمیدرم نفقه میبرم بعد مسجد میرم نماز بخونم نرسید کدام شما گارانتی داری که 80 نمیدرایی کدام شما گارانتی داری هیچ کس ندارد یک تا سوال از من با کاری کن که چند کامل میبینه والله الان میگه خدا میدونه من خدا دونم ما باید که توشه آخرت تکنیم که حضرت عمر از دنیا بالمالی و از آخرت به عمل صالح عزیزی دنیا با مال عزیزانی من ماشین داری امروز خانه زیبا داری هم مخلوقات با یکا فلان میگه روز قیامت چی با عمل صالح ما شما خدا خواهد پیش خدا بلند میشیم فخر کرد نترسیدن نزد الله میرفتیم که خداوندا در دنیا فرمان اختیار کردم نماز زکات خوندم روز یک تا گرفتم حج کردم زکات دادم خدمت عطا پاما کردم خدمت جامعه کردم چی گناه دارم امروز اگر مواد پروکراتور فعالیت کنه گناه نداشته باشی خدا خواهد درجه زده میدروی چون که دلت پر از سیاست میگه گناه داشته باشی روبا میشه یا نمی پیش خدا هم خیلی عزیزای من اگر خدا خواهد شما فقط و عبادت همش هستی نترسد در دل پیش الله من لب که بگو خدا جان من در خدمت تیارم نباشه چی خدا خواهد بعد ادوکت میکنی نباشه بعد خدا خواهد میگریزی یکی کجا میگریزی اینجا دیگه گرفتار میشود اطراف ما شما لک فرشتا دیوار کرده میگیرد 120 صف آدم ها میشود یاد نبرارید روز خدا نگه دارد عذابش ما عذاب طاقت عذاب الله نداریم باید این 2 رکعت نماز میخونه خدا جنت تو میتیه 2 رکعت نمازی که خدا قبولش میکنه فقط مکافات جنته مکافاتش موبله خدا خواهد هر جنت من چیزایی که باید بچهشم نگذر ندیده به دلت گذرنگی نیست مکافاتو 70 دختر میتیه دار یک دختر اینجا یک کوچک دیگر ای دارد میرا شوبه زنی من باشفته این خیلی یک جزئی زیباگی وای 70 دختر میتیه که در 1 ساعت 70 رنگ میزنه همین زنها میدونه اگر اطاعت خدا و پیغمبر کرده شد اطاعت شما که شما راضی باشید الان میگه خدا خواهد هممون چیکار کنیم رو به طاعت بیاریم رو به عبادت بیاریم عمرها رفته است شب شده است روز شده است این زمانه خوب ببینید که الحمدلله ما شما هممون خود نه پرزیدنت انترس میبینید مستفیدا هستن دورهای شورایی بود 30 سال پیش این کار نمیکنی جا ترمه بود کار نمیکنی جا ترمه بود باور میکنه مدام ارم اومدم 90 80 سال زن ارم می اومدی
3 روز خدا خواهد مهلت داشته در خونه بشینی، بعد 3 روز پروکراتور فریاد میگه چرا کار نمیکنی تا پوشت بردار نمی. امروز کی پشت دست شما؟ خود تو پرزیدنت الحمدلله این ناز نعمت، این لباس ها، این ماشین ها شکرانه کنیم، بار کنیم، شکرانه کنیم. الله خدا خواهد ما شما از این ناز نعمت ها نبردارد. 30 سال پیش یک شیمو کسیم که یک محله زن میگیرید نبود بیچاره، یک لباس زیبا کردید چند دختر شوهر میکرد. امروز آدم بچه اکا داده لباس یدگرش نپوشته تا چی است؟ از بدن است، از سیرپلی از خدا نور شبارنت بریم شکرانه کنیم. الله سبحانه با عینم زیاده میکند. انشاءالله خدا خواهد طاعت کنیم، عبادت کنیم، خدا خواهد یا دیگر حرمت کنیم، عزت کنیم. عمرها رفته است، رسی چی نیست. دنیا را چنان زندگی کنه که بعد مردن تونم انشاءالله آدم ها اثرها یاد کنند. گفتی شیخ سعدی میگه که یاد دار وقتی زادنی تو گریان بودی همه خندان، چنانده که بعد مردنی تو خندان باشی همه گریان. از اونطور که میگه کودک اگر در آدم تولد شود هوای بیچاره داد دارد، یکی موچی یا دیگر تعبیر کرده خرسنده. وقتی که میگه بعد دنیا میایی چنان زندگی که بعد مردن آدم ها داد گوند تو خندان باشی. نه چیز مون نمی دنیا، نه چیز مون مکافات مون. خب একটা রকম শুনবো আমি ঈশ্বর বললো দেখুরাত কো خب এসৌলকটা থাবলকটা খুব। খবর নাকি না خب মান শুমো ঠান্ডা গিয়ে خب মা হলো তোমার রাস্তা কোসল আর থেকে ওপর মাগি শুমো খাগরে মানে জু نه او بالا خواه نیستید রে আমার ছেলের কালা কো انشاءالله এসৌলো شما به قصد خون ایجونا نی این قصد خون نخونگی ملیو کنو شما لویک باید نیستیم، ما لویک تعریف نیستیم برادر. ما در بنده گناهگاریم. نه قصد خون اودا این انشاءالله قصد خون ملیو کنو میشه برابر سوال تو من جواب دستم سلامتی انشاءالله خدا خواهد. برای این برادر صحبت کنیم، صحبت بسیار است انشاءالله با یک روزهای خوب. انشاءالله کوزتون آیو کوزتون دیدگی من انشاءالله سلامتی خدا خواهد. برای این صحبت کنیم، صحبت بسیار است خدا خواهد انشاءالله با یک روزهای خوب، روزهای نیک با خداوند دار یا دیگر را بیند یا دیگر کتی هم صحبت شیم. امید میکنیم که از این صحبت ها همه چیکار میکنیم از ما سر کرده تا شما البته عمل کردن خدا خواهد انشاءالله طاعت کنیم، عبادت کنیم یا دیگر را دوست داریم یا دیگر را حرمت کنیم انشاءالله. کلام و خردام نخردا کلام نگفتن کو این دنیا هیچی نیست. عیناً با پدر مادر را خدا خواهد یا اکا و دادر را مهر و محبت بسیار سخت بستیم. سخت بندیم. من بعضی ها میدونم که اکا و دادر خریان، اپا و خوار خریان. اسلام در کینه نیست. من کان له کینون و لیس له دینون. کسی که کینه و قدرت میکند و دین ندارد. آدم این نماز خوان باید دلش هم پاک، همه جاش پاک باشد، همه اکا و دادر خودش داند، اپا و خواهر خودش داند. حقیقی انسان میشیم، حقیقی به الله خدمت کنگی میشیم، حقیقی به درجه های بلند میرسیم. خدا مکافاش این دنیا دم و در آخرت هم میشن انشاءالله. نوبت خدا خواهد به قولی محترم میتین یک تلاوت میکنن و در آخری دعا میکنین و بعد انشاءالله پوش گرفته ادامه میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بخشیدیم ثواب و ثمره های آیت‌های کلام ربانی را بر ازای حق سبحانه و تعالی، خصوصا مرحوم جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بر حامد صحابگان، عزیزان، اولیان، بیکسان، بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، تبع تابعین، خصوصا همی اهل جماعت، همی اهل خاندان جمیع زشتگیاشون خدا رحمت کنه، جاشه جنت ند، خالص الله صحابش بخشیدیم. ای پاک و پروردگاران چه خیری احسانی کردن، خدا آنها به درگاه خود قبول نمای، سایبانی آخرت بگردانی، در خاندان همیشه تینجی آرام خاطر جمیع تنسیتی فیض و برکات. میدون و جامعه که عقد نکاحشان خیلی بین آنها خدا با خودت محبت پیدا نمود، در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خود کرامت نمایی و چنین روز خرسندی را به کل خاندان ما نصیب بداری. استعیذ بالله و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.